پدرام جون، به نظرت بعد از سالها تو برنامه و کارکرد قدم‌ها میتونیم به فکر خودمون اعتماد کنیم؟ ببین امیر جان، اینکه ما به فکر خودمون میتونیم اعتماد بکنیم یا نمیتونیم اعتماد بکنیم، قطعا نمیتونیم اعتماد بکنیم. حالا شما این دریا رو نگاه بکنی، به ظاهر فکر بکنی همه جاش میتونی رفت آمد بکنی، با این لنجا میتونی هر جا دلت خواست بری، ولی در واقعیت شکلی نیست. بعضی مسیرها هست اگر که بری توی این مسیرها به گل میشینه کشتی. تازه ناخداها هم از روی جی پی اس باز میرن. یعنی ما خیلی کارکشتم که بشیم توی کارکرد 12 قدم، بازم نیاز داریم. ما غلط راهنما برای ما بهتر از درست خودمون. اگه اینو درک بکنیم، دیگه خیلی هم دنبال خودکفا شدن و دنبال این که به یه درجه برسیم که نیازی نداشته باشیم به کسی دیگه نیستیم. ما باید با این واقعیت صلح بکنیم که تا آخر عمرمون با هر میزان کارکرد قدم ها بازم این کفاف ما رو نمیده. ما باید از افکار دیگران هم استفاده بکنیم. مثلا غلط راهنما بهتر از درست خودمون. مرسی. پدرام جون، به نظرت بعد از سالها تو برنامه و کارکرد قدم‌ها میتونیم به فکر خودمون اعتماد کنیم؟ ببین امیر جان، اینکه ما به فکر خودمون میتونیم اعتماد بکنیم یا نمیتونیم اعتماد بکنیم، قطعا نمیتونیم اعتماد بکنیم. حالا شما این دریا رو نگاه بکنی، به ظاهر فکر بکنی همه جاش میتونی رفت آمد بکنی، با این لنجا میتونی هر جا دلت خواست بری، ولی در واقعیت شکلی نیست. بعضی مسیرها هست اگر که بری توی این مسیرها به گل میشینه کشتی. تازه ناخداها هم از روی جی پی اس باز میرن. یعنی ما خیلی کارکشتم که بشیم توی کارکرد 12 قدم، بازم نیاز داریم. ما غلط راهنما برای ما بهتر از درست خودمون. اگه اینو درک بکنیم، دیگه خیلی هم دنبال خودکفا شدن و دنبال این که به یه درجه برسیم که نیازی نداشته باشیم به کسی دیگه نیستیم. ما باید با این واقعیت صلح بکنیم که تا آخر عمرمون با هر میزان کارکرد قدم ها بازم این کفاف ما رو نمیده. ما باید از